همین نمایشگاه امروز در چارچوب هفته اروپا 2015 گذرانده می شود. اینجا با کارهای اثرهای رسمهای تاجیک خیلی مشهور هستند. ناصربek Navzibek، فاروق حجاєв، فاروق نعمتزاده، میزراب خولوب و کریم نجمیدین نمایش داده می شود. و من فکر میکنم که گذراندن همین طور چهاربینی ها اولین جهانبینی جوانها را خیلی بازیتر میکند. فرهنگش را خیلی بلند میبردارد. و شما میدانید که عالم صنعت، عالم زیباترین دنیا میباشد. اینجا هم قلبتون هم دلتون میشکفد، چون که زیبایی را تو میدونی تو خودت میبینی، تو خودت زیبا میشه. اینها نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان هم خیلی رسم‌های مشهورند و من فکر میکنم که خلق تاجیک میتواند با این رسم‌ها افتخار کنند. ما خواستیم که کمتری همه رسم‌هایی که همجند اشتراک میکنن که همین کمترک درباره ایجاد خودش سالگه که همین نمود کارشون نشون دهند. من دو نمود کارم همینجا به آویخته ماندن، هم ژیوپیس و هم ویتراژ. من مقصد همین خیلی که همین ایجاد خودم و همین اساسی مقصد من نموندم. چی که همین دیلم با همین الهام اومد، همونش من حرکت میکنم، رسم کشم. من همجند اهمیت داده که باشتون اگر بسیار تماتیکه همین دوره سویتی با ما همین خیلی تماتیچیسکی همین گفتی همین وقت و کمپوزیسیون من ندارم. این فقط همین چخیل که الهامی دیل می همین خیلی یا که همین فکرای من چخیل که من همین منظرهای چخیل که من میبینم یا که موجب من مثال ویولنچیل همین جبه هست خوری من یک بار همین خیلی شیشته همین موسیقی شنویدگی بودم یک بار همین خیلی فکرم برآمد من گرفته ریسک همین و گرفته همین کشیدم همین کارا. این اثرهای شما مثلا خریدارای ارزنده هم پیدا میکنن؟ های برای چینی اساسی من گفتم که این حاضر افسوس که حاضر دوره سویتی به ما کار میکردم همین گوشت زکات میبود، همین دولت زکات میکردن. حاضر که دولت زکات نمیکنه برای همین ما اشتراک میکنیم هنرمون فقط همون خانه‌های شخصی بکرسونیم. من یک 3 سال پیش نزد من کنسولی آلمان اومده بود. التماس کرد که همین یک دو تا ویتراژ زکات کردنی من برای خونی برلینش بود. سونی که من اسکیزوی کشیدگی بودم و همین دیدست عاقبتش به 10 تا ویتراژ زکات کرد گرفته برافت کردی خودش. گفتم میتونید که اگه اثرتون با قیمت چند بفروخت دیگه هستید شما؟ خیلی گفتی راستش من گفتم که من نفروختم کارو من. نه سببی که من نرخم قیمت هست یا که چی. گفتی راستش این فرزندای من بود. اما در خارج ها هم شما همین نمایش اثراتون ماندگی هستید یا نه؟ یک بارکه که این دوره سویتی بود، یک بارکه که این بلغاریا بود، سونی یک بار ما اشتراک کرده بودیم و پریواتی که